همسری تحصیل کرده خوب یا تحصیل نکرده؟ همسری تحصیل کرده اگه هر دوش خوبن. هر دو از خوب. هر دوش خوبن. البته تحصیل کردگی خوب است. چرا؟ برای اون که میفهمه همه چیز فهمیدنش آسان تره که همه چی زندگی را میفهمه. برای تربیه فرزند نغزه، برای آینده نغزه. کلینی چه میخواین؟ مثال سواددار باشه یا بی سواد؟ ما کلیدی با سواد میخواهیم. چرا؟ خب با سواد همه زیاده با سواد. در کار خانه؟ در کار خانه رم، در جهت سیاسی رم، در جهت فهم و فراست هم آدمی با علمه. آدمی با علم در کاره. در زمان حاضره؟ در زمان حاضره به درجه عالی آدمی با سواد کلین خوبه. تحصیل کردن خوب است. تحصیل کردن خوب است که چرا؟ چون که بیشتری عین زمان بسیار شخصانی هستند که در زندگی از حساب همون نارسایی‌هایی که در عائله میشوند امروز در جامعه میبینند. واضح و روشن است. مثلا برای کمبودی‌های زندگی، برای نارسایی‌های شرایط امروزه یا برد و باختش اقتصادی و اجتماعی و همه جانبه و از جهت دیگر اگر ناخوانده هم بگویم امروز بسیاری ها طلب میکنند. امروز ها صف جداشوی جوانان در جامعه زیاد شده است. از جهت بی‌عقلیشونه، از جهت این یک مطلعه که روسا میگن دوبینه، فهمیدی؟ دوبینه، اینا دوبینن. اگر انسان ای اویله هیچ محل جدا نمیشه. فهمیدی؟ اویله شخصا من همه خیلی فکر میکنم که این یک نعمتی هایی که نعمت جان این. البته همسری تحصیل کرده خوب است برای که میفهمد در از کدام جهت میفهمد؟ من حاضر ما تحصیل کرده هستم. بعد وقتی کار کردن وقتی وایبا همسری تحصیل کرده خوب است که یکدیگر در عائله یکدیگر فهمی می شود. و فکر من همسری تحصیل کرده خوب است. اینا هر آدم به قدرش رسیده نمیتونه. نه با سواد این عائله با سواد هم با سواد یا ناخونده‌ش هم با سواد. اینا خدای تبارک و تعالی خودش قرب داده برای هر یک انسان. من فکر من عائله تحصیل کرده. سبب؟ سببش که پیش از همه با فرزندا علم می‌آموزد، ادب می‌آموزد. جهانبینی وقتی که آدم تحصیل کرد جهانبینی وی وسیع میشد، علم میگیرد، آداب میگیرد، از مسائل های داخلی و بیرونی با خبر میشود. در زندگی احتیاط کرده قدم میزند و واکذا. خواندن خوب است. با سواد بودن، تربیه فرزند در نغزه، جامعه در نغزه. البته خواندن در تو. به فکر شما همین جداشوی عائله در بین جوانان بیشتر به همین چیز هم ربط داره دونه؟ البته این از جهت نافهمی جدا می شوند. برای اون که اگر می خواندن یک دیگر فهمیدن خیلی آسان تر می شوند. اونا که نمی خوانند فهمیدنشون دشواره. چیزی که می دانی، دانش داری، فهمیش نقصتر می شود. تحصیل کرده البته. چرا؟ زندگی را خوب میفهمند. مثلا یعنی عقیده هایش واسع است، یعنی جهان بینیش واسع است. فکر من تحصیل کرده خوب است. چرا؟ چون که او دانش خوب دارد و در زندگی موفق می شود. همسری تحصیل کرده میخواهید یا تحصیل نکرده؟ همسر گرفتگی تحصیل نکرده. تحصیل نکرده. شما چه اندیشه دارید؟ هیچ چیز چه اندیشه دارم دیگه. در زندگی چه خیلی است تحصیل سوز نکرده؟ بهترین. به تا کودک. و فکر شما در تربیه کودک همه عامل ها تاثیر میرسونند یا نه؟ تاثیر با فکر من نمیدونم، توضیح را هیچ چیز دیدگی نیستم که بهترین تربیت دارد. شما چی نظر دارید؟ ما در مورد کلاس رنگ همه تحصیل نکرده گرفتید؟ تحصیل. میخواهید که زنتون رو خونونید؟ خیلی اختیار خودش در خونه خونده میگیره. نقشه رو میخونم. شما نقشه دارید همسرتون رو میخونید؟ برای چی؟
خواهش دارند خواهشم دارن با فکر من خود ترک کردم. از جهت مادی هم در زندگی تاثیر می‌رسونه. من ژورنالیست هستم. اویلا یک سوال داشتم. همسر تحصیل کردن می‌خواهید یا تحصیل نکردن؟ البته همسر تحصیل کرده. چرا؟ چون همسر تحصیل کرده میفهمد کم زیاد زندگی رو و علاقه چند پارامتر زندگی رو چند مشکلات زندگی رو میداند. همسر تحصیل کرده بهتر از تحصیل کرده خوب است. البته که همسر تحصیل کرده این نقص‌تر است. زندگی میفهمه. بله همسر خوندگی باشه مقصد مکتب خونه باشه. همسر تحصیل کرده خوب است. تحصیل کردگیش خوب است. که هلی با سواد میخواهیم. چرا؟ خب با سواد همه جهت با سواد. در کار خانه، در کار خانه رم، در جهت سیاسی رم، در جهت فهم و فراست هم آدمی با علم. آدمی با علم در کار. در زمان حاضره در زمان حاضره به درجه عالی آدمی با سواد کلن خوبه. همسر شما خواندگی بودند یا نه؟ همسر ما خواندگی بودن 11 سال. اونا 10 سال میخوندن. 10 سال خواندگی بودن. 45 سال زندگی کردن. شاهانه زندگی کردن. در کار استحصالات در کار میکرد. چیای چینده. ما خودمون در کار استحصالات در کار کردیم. اما رونا به همین دهقونی صرف کردیم. حاضرم با دهقونی، حاضر پنسیا برمدیم، حاضرم با خواجگی دهقونی داریم. اویلا تیجی صدرنگ زندگی با سامانه ما ابونه شدن رو فراموش نسازید.